ضمن واخوری با ساکنان ناحیه شهرینم، وکیلان مردمی و نمایندگان دستگاه اجرایی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نقطه‌های مهم پیام پیشوای ملت را شرح و توضیح دادند. ضمن تحلیل و بررسی نطق پرمحتوای پیشوای ملت ذکر گردید که در پیام سرور دولت سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت برای دوره‌های آینده معین شده است و برای رسیدن به هدف‌های اساسی از جمله تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی و جوانان در نزد ما ساکنان باننگ و آری کشور وظیفه‌های مشخص به میان گذاشته شده است. در مجموع در خلاصه اگر کرده گوییم تمام آن دستور سپارشی که از پیام برمیاد در واقع برای بلند برداشتن سطح و صفت مردم و شرایط ارزنده فراهم آوردن برای هر یک فرد جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است. در نوبت خود ما شهروندان باید که شکرانه استقلالیت، صلح و ثبات و آرامی کشور کنیم، زیرا به صلح و ثبات و آرامی کشور یگان دستاورد به دست نمی آید و پیش از همه طوری که سردار دولت قید کردن برای هر یک کار ما باید ذوق داشته باشیم و مسئولیت تام داشته باشیم. این چنین زیرکی سیاسی رو از دست ندیم و در ضمیر فرزندان خیش ما باید پیش از همه حسی بلندی و تندرستی خویشتن شناسی، آبادی و شکوفایی همین کشور رو تلقین سازیم. همچنین تاکید شد که هر نقطه در پیام ذکر گردیده و دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت به حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، حمایت استقلال دولتی و دستاوردهای خلق تاجیک روانه گردیده است. پیام این راهنمای هر یک ساکن کشور می باشد. از جمله من یک نماینده ساحه معارف همین را گفتنیم که در پیام یکی از بندهای پیام به ساحه معارف نگرانیده شده بود که غمخواری های حکومت کشور در ساحه معارف به نهایت بسیار است. از جمله در پیام قید گردید که در سال 2017 برای ساحه معارف 24,000 جای نشست مهیا کرده شد و این اقدام نیز در ساحه معارف در سالهای من بعد ادامه می‌یابد. باید گفت که در خاتمه پیام خویش سرور دولت با اظهار باوری به قابلیت تشکیلچیگی تمام خدمتچیان دولتی و سیاسی و مردم شریف تاجیکستان اظهار باوری نمودند که این اعتماد در نزد هر یک فردی به آر و ناموس کشور مسئولیت بیشتر و واگذار می‌نماید.